در مورد برنامه تاجیکستان برادر عزیز و گرامی، ما تقریبا 16 قسمت برنامه رفتیم، در مورد مشکلاتی که در تاجیکستان بود صحبت کردیم و سبب که این برنامه توقف کرد، اولین سببش همکاری نکردن عزیزانی بود که چه در تاجیکستان چه در بیرون تاجیکستان. ما حرفایی که داشتیم گفتیم، اما این ملت تاجیکستان است که باید همت بکنن و در مقابل ظلم و ستم بایستن. ما آنچه که وظیفه ما بود، گرچه میدونیم که مسئولیت بیشتر از این است، اما آنچه که در دست داشتیم انجام دادیم و آنچه که در توان بود گفتیم. این وظیفه عزیزانمون در تاجیکستان است که اگر میخوان که ما برنامه‌ای در این رابطه داشته باشیم با ما همکاری بکنن. در مورد حزب نهضت اگر به یاد داشته باشین، در قسمت‌های 14، 15 و 16 برنامه تاجیکستان در تاواروزا ما مفصل در مورد حزب نهضت صحبت کردیم. خیانت‌های سران حزب نهضت یا ندانمکاریاشون یا عدم آگاهیشون و اینکه در دام حکومت ایران و روسیه افتادن و برای روسیه پایان جنگ در تاجیکستان به نفع رحمانوف و به نفع حکومت دستنشانده روسیه در تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای داشت. به خاطر همین از حکومت ایران روسیه خواست که حزب نهضت رو وادار بکنه به صلح با حکومت و الا نیروگاه اتمی بوشهر تأسیس نخواهد شد یا این نیروگاه تکمیل نخواهد شد، چون اینها روسیه و آمریکا و اینا میدن و در مقابل چیزی میخوان. مفت کمک نمیکنن، مفت چیزی به مسلمان ها نمیدن، مفت چیزی در کشورهای اسلامی تأسیس نمیکنن. اگر اومدن کارخونه‌ای ساختن، خیابانی ساختن، تونلی ساختن و بیمارستان و مدرسه‌ای یا دانشگاهی رو تأسیس کردن، هدف دارن، به خاطر اهدافشون، به خاطر دلسوزی امت اسلامی این کارو نمیکنن. چون سران حزب نهضت در ایران، بعضی از اینها، حالا در مورد استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه و بعضی دیگر از سران نهضت نمیتونه انسان یعنی 100% حکم بکنه، چون هیچ وقت از زبان اونها کسی نشنیده که بگن شیعه شده بودن، اما متاثر بودن از ایران، چون حکومت منافق ایرانو که میشناسید دیگه. وقتی که اونجا با اینا برخورد میکردن، امکانات بهشون داده بودن، خونه، قصر، دفتر، همه چیز، پول بهشون میدادن. بعضی از اینها که علنا شیعه شدن مثل ایشان قیام الدین و بعضی از اینها که معروف هستن و همه ملت تاجیکستان اینا رو میشناسن. المهم حزب نهضت دانسته یا ندانسته در دام ایران سقوط کرد و وقتی که لشکر حزب نهضت در آستانه دوشنبه قرار داشت و حکومت دستنشانده روس در تاجیکستان داشت آخرین نفسهای خودش رو میکشید، اونا رو وادار کردن به پیمان صلحی که بر علیه اسلام و مسلمین و نهضت و ملت تاجیکستان امضا شد و همه اون افراد نظامی که داشتن در حکومت جا داده شد و بعد از اونم اینا رو تصفیه کردن. سید عبدالله نوری رو زهر دادن، کشتن، بقیه رو همینطور تک تک حذفشون کردن یا کشتن یا زندان کردن یا زهر دادن یا از تاجیکستان فراری دادن. بر صورت ما بخوایم یا نخوایم این یک واقعیت است که حزب نهضت فریب ایران و روسیه رو خورد، دانسته یا ندانسته، و امروز خیلی از سران نهضت در دام حکومت ایران هستن و بعضیشون نمیتونن از این دام خودشون رو نجات بدن به خاطر عذرهای که دارن، به خاطر نقاط ضعفی که در نزد حکومت ایران دارن. و این روش حکومت ایران و اطلاعات ایران است، چه با اهل سنت در داخل چه در خارج، و بعضی از ملاها و مولویها و مولاناها و داملاها و اینایی که در تاجیکستان و افغانستان میبینیم که به نفع حکومت ایران کار میکنن و سر صدا میکنن، چه در شورای اخوت چه بیرون از اون. اینا کسایی هستن که نقاط ضعف دارن. بعضیشون حتی فیلم های ثبت شده از اینها هست
در نزد حکومت ایران و به اینا میگه که یا برای ما کار بکنید یا این فیلم ها رو نشر میکنیم و این بیچارا مجبورن که دارن امروز به نفع ایران کار میکنن، چون که میدونن که چه بلایی سرشون میاد اگر که رد بکنن امر بادارانشون در ایران رو. و این واقعیت ها رو ما گفتیم در برنامه مفصل در مورد صحبت کردیم. ما هیچ وقت حزب نهضت دفاع نکردیم، ما همیشه از حق و حقیقت دفاع میکنیم. حق برای ما بالاتر و محترمتر از همه است، از محیدین کبیری و نمیدونم سید عبدالله نوری و از همه اینایی که هستن. حق بالاتر از همه این هاست. ما هیچ وقت طرفداری از حزب نهضت، گاهی اوقات شده ما در برنامه ذکر کردیم، اگر ظلمی بر اینها شده ذکر کردیم، اگر ستمی بر اینها شده بیان کردیم. این به این معنی نیست که ما از اینها طرفداری میکنیم. و امروز هم تاجیکستان رو رها کردن در دهن این شخص و خودشون فرار کردن در ترکیه و در آلمان و در کشورهای دیگه دارن عیش و نوش میکنن و فراموش کردن تاجیکستان و ملت. گاهی اوقات هم توی تلویزیون‌ها و از روزنامه‌ها ظاهر میشن که داره در تاجیکستان ظلم میشه بر ما. خداوند هدایتشون بده.